هستن و هر روز بتوانم از اون استفاده کنیم. موضوع کنکور رفته استفاده هستن که میتونن تا یکمی سپتامبر 20 و این رو حتما با مؤسسه تحصیلات و هم از این روان میکنیم و از اون درخواست میکنیم که همین کلمه‌های روزمره که هست همین واسه کنیم. این هم یکی از راه‌های مثلا حواس جلب کردن برای آموزش زبان روسی است. تشکر برام. فقط احتمال خوشتون تو بلندتر نزنه. طبعا ما اطلاع داریم در 6 ماه اول این سال بیش از 7000 اویله‌ها پراکنده شدند و کوشنسان یکی از سبب‌های پراکنده شدن اویله‌ها را در آمدن افزایش جوانان به حیات اویله‌ای می‌دانند و طبعا ما اطلاع داریم در مکتب‌های میانه درس معرفت اویله‌داری به تعلیم داده می‌شود و آن هم در یک هفته یک مرتبه تنها درس‌های 11. آیا امکان پذیر است که درس معرفت اویله‌داری بیشتر برآورده شود، یعنی ساعت‌ها زیاد کرده شوند و از سن به بلاغت رسیدن نوجوان برآورده شود، یعنی از سن‌های 6 و در این برابر آموزگاران نیز آماده کرده شوند تا آنجا به خوانندگان پیام چیزی بدهند. تشکر برای سوال پیشنهاد کرده که من فکر می‌کنم در این سوال معاون وزیر معارفه جمهوری اسلامی متناوب حضور این سبب از این سوال است. معلم عزیز شما خیلی خوب می‌دونید که حالت مرتب و نامه‌نامه ساحه معارف در اساسی جدول معیاری حقوقی برآورده شده است و خوشبختانه در جامعه شهروندی این روزه ما در اساس این پرینسیپ نقشه تعلیمی در سایر لاغی فعالیت می‌کند. خب تکلیف شما پیشنهاد کرده البته ما این رو مورد آموزش قرار میدیم زیرا در نظام معارف یگان مسئله دogma نیست، یعنی چیزی بحث شونده نیست، چیزی که وابسته به شرایط جامعه و برخورد زمان ضرورت داشته باشه البته مورد آموزش تحلیل و در عمل تطبیق کرده میشه. بنابراین این حال در جمهوری تاجیکستان چطور شما قید کردید معرفت اویله‌داری ایستای معلم‌های متخصص درس داده میشود و من فکر میکنم که منافع مسئله را مورد آموزش قرار دادن. تشکر بر تحلیل کرده و مورد آموزش قرار دادن. تشکر. سلام علیکم. نجیب الله احمدی هستم. محترم حضرت دو سوال دارم. یکم در مسئله مبلغ جمع‌آوری تعمیر مؤسسه‌ها که همه ساله همه چیز در 99 باید مؤسسه‌های جمهوری جمع‌آوری مبلغ پیشنهاد می‌گردد از جانب دیرکتوران به طرف مجبوری از خوانندگان این مؤسسه‌ها و وقتی که ما با وزارت معارف و علم مراجعه می‌کنیم میگن که ممکن نیست مبلغ جمع‌آوری و در یگان جا این چیز نیست. لیکن متأسفانه این چیز به نظر می‌رسد در تمام مؤسسه‌ها هست، همیشه که یعنی مجبوراً جمع‌آوری مبلغ برای تعمیر مؤسسه‌های تعلیمی. خب سوال دوم این است که طول 3 سال است که ما در نوحه برداب در دهه دشترینجان اشتراک حقوق من داشت یک مسئله وعده کردن از جانب وزارت و ساکنان همون نوحه تا حال مراجعه میکنن پیوسته که در همین مسئله تا حال بنیاد نشده است و خوانندگان تقریبا 8 کیلومتر راه را پیاده و سوار طی میکنند. میخواستم به همین سوال بپرسم. ممنون از اداره علی رای تاجیکستان. تشکر برای سوالی پیشنهاد کردن نسبت جمع‌آوری مبلغ. محترم حضور گرامی یک نقطه نظر به سر شما رسانه ما از روزی که وقت شروع کرده یک نقطه نظر داد به دقت بوده استفاده این باشد در نزد هر یک مؤسسه تحصیلات میانه عمومی اساسات قدر مداوم است و یکی اساسات اول و ما با تمام همون واقعی که من شخصا گذراندم در شهر مالیو در اونجا تاکید کردم در اونجا سرپرستان صلح محسن مویو رئیس شهر مالیو اشتراک داشتن چون رئیس شورای معرفت مؤسسه تحصیلات میانه اشتراک داشتن و همون نام مراجعه کرده و گفتیم که نسبت جمع آوردن مبلغ یگان دیرکت مکان حکومت رابطه است مبلغ لیکن در نزد مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی اساس قدر مداوم است. همین اساس قدر مداوم وقتی مراجعه میکنن مرحمت و واسه اساس قدر مداوم اگر تماما لیکن مبلغ جمع کردن نداری نیست و اگر بایدنامه مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رو بگیریم در اونجا آماده است که میتوانند مکانی هستند که احسانکاران هستند با مؤسسه تحصیلات میانه عمومی یک مقدار مبلغی معین کنند و یک نوع خودش میتونن شما وزیر محترم خبرنگار با ما گفتیم اگر داخل بودستان باشند با ما مراجعه کنید ما حتما را پیگیری میکنیم و شما جواب خودتون داد. نسبت اون مؤسسه که شما گفتید 3 سال است مراجعه کردم که
افزوده شما معلومات داره؟ مرحبا اینجا صدر رئیس سازمان وزارت امور خارجه است. وابسته به سازمان مؤسسه خدمات بهره دشت میلیون مهر ورزود با ما مراجعه شدگی هست از جانب سازمان و از جانب مقامات اجرایی دولت مهر ورزود ها این دیه شده شده است دیه ناظر بودشد و ما درخواست اونها رو قبول کردگی هستیم و برای جهت سرمایه خارجی پیشنهاد کردگی هستیم سازمان مؤسسه خدمات و در مورد دستگیری گفتن لایحه‌های سرمایه‌گذاری ما سازمان مؤسسه خدمات درست کرده میشه. تشکر. برنده زیرکی هستم از امید خوار. محترم وزیر میگفتید که این سه سوال دارم. یکم سوال بخشیده به 35 سالگی استقلالیت دولتی در قلمرو جمهوری چند مؤسسه تعلیمی و دو مکتبی بنیاد کرده می شوند. سوال دوم پیشتر خبر داده شده بود که این سال در عرفه سال ادامه تحصیل 5 مکتب تحصیلات عمومی در 5 منطقه جمهوری با از جانب روسیه ساخته می شود. آیا یکم سپتامبر در این مؤسسه ها برای خوانندگان باز می شود؟ سوال دیگر بخشیده به روز دانش است. روز یکم سپتامبر چون آنها روز دانش به طور متفاوت جشن گرفته می شود. می گفتید که این سال روز دانش کدام روز و با اشتراک پیشوای نیاز در کدام مؤسسه جشن گرفته می شود؟ تشکر. نسبت جشن گرفتن 35 سالگی سال دولتی توریستان که سخن با معاون وزیر خیلی داده می شود. این نقشه شروع کردن چقدر تشکر زیاد. البته همه ما شما میدونیم که سالهای 2022-2026 یعنی سالهای رشد صنعت از جانب پیشوای ملت اعلام گردیده بود و در عرفه جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان یعنی هر یک وزارت اداره تصمیم دارد که یعنی کارهای زیادی رو به انجام رساند. البته وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان با مقصد سزاوار جشن گرفتن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان نقشه چهاربینی را تهیه کرده است. یکی از بندهای نقشه چهاربینی این بنیاد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی به حساب می‌رود و طبق نقشه 35 سالگی استقلالت جمهوری تاجیکستان ما با مقدار تا 1000 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی یعنی بنیاد مؤسسه را به نقشه گرفته است و البته اطمینان کامل دارم که در جشن 35 سالگی استقلالت دولتی جمهوری تاجیکستان این مؤسسه ها و مورد استفاده قرار داده می شود. تشکر و محترم خبرنگار اقتصادی هستم شما رسانه این سال در جمهوری تاجیکستان در عموم در مدت سال باید 302 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی بازسازی و از نو ساخته شود و طبق معلوماتی که ما تو یکم ایلول در دست داریم حدود 30 مؤسسه را استفاده داشته است و در شهر دوشنبه همین سال تا یکم سپتامبر زیاده از 12 مؤسسه تحصیلات و استفاده داده میشه. نسبت مکتب‌های روسی در اساس سازشنامه‌ای که بین حکومت جمهوری تاجیکستان و فدراسیون روسیه است در 5 شهر نایه‌های اصلا شهرهای جمهوری تاجیکستان 5 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی ساخته می شود. این در شهر دوشنبه، شهر بختر، شهر کلوب، شهر قدس‌الزاده و شهر خوجند و این مؤسسه را از جانب فدراسیون روسیه ساخته شدند و تخمین قریب که هر هفته ما شب‌های کاری برگزار می‌کردند و در آنجا رفته در آن مؤسسه شب می‌گذرانیم و با دیگر مؤسسه در آنلاین هستیم. این مؤسسه طبق آن سازشنامه‌ای که وجود دارد باید تا 1 آگوست تعمیرشان با پورگی انجام یابد و برای این مؤسسه‌ها ما دیرکتور این مؤسسه‌ها انتخاب می‌کنیم و طبق سازشنامه‌ای که بین وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان و وزارت معارف فدراسیون روسیه شد از 5 دیرکتوری تعیین کرده می‌شود. البته 3 شما 4 شما انتخاب کرده و اینها این برای گذاشتن کورس تکمیل اقتصاد و فدراسیون روسیه حساب داشتند و از 1 آگوست قبول به این مؤسسه آغاز می‌گردد. هرچند نام‌نویس برای صنف 1 هست و از 1 آگوست با صنف‌های از صنف 2 تا صنف 8 ختم می‌شود و در نظر است که با آغاز سال خوانش تحصیل یعنی برای 1 سپتامبر این مؤسسه
و استعداد شما. محترم خبرنگاران عزیز، نسبت روز دانش این سال در شهر دوشنبه برگزار می‌گردد و در نظر است که در دانشجوی دولتی تیوی پروژیستان برگزار گردد و با این وطن معلومات خواهند داد. حاضر آمادگی رفته ایستاده است. بنا یک بینای نو تعمیر کرده و بینایی دارند که بینای زمانوی است و بنا وقتی که در یک وقت ایستاده داده شده همزمان روز یکم سپتامبر برای برگزار می‌گردد. روز دوشنبه برگزار می‌گردد. شکر. سلام به اهل نشست، مطیبت و چطور هستم. محترم سید زاده رحیم، من یک سوال و پیشنهاد داشتم. چطوری که به ما معلوم است از سبب کرونا ویروس 2-3 سال اخیر بدون مرکزی تستی قبول کرده ایستادند. مردم پدر و مادران به مرکزی تستی عادت کرده، نفوذ آموزگار بلند برداشته شده بود. یعنی پدر و مادر و فرزندشون رو به درس علاوگی میدادن، برای آموزگار هم یک مبلغ علاوگی بود. ولی بعد از این بدون مرکزی تستی قبول کردن نفوذ مرکز ملی تستی نزد جمهوری تاجیکستان کاسته گردید. این سال هم همین عمل می شود یا نه؟ یک پیشنهاد داشتم که در نشست‌های گذشته این پیشنهاد رو کرده بودم. برای بلند برداشتن منزلت آموزگار چرا روز آموزگار معین نیست؟ در دوره شوروی، یعنی امروز اقدام شرح شده دوره شوروی که تا حال است شنبه اخیر یا که اول قید می شود. برای میخواستم که روز آموزگار یک روز دقیق باشد و آموزگاران رو و استادمان رو تبریک کنیم. بعضا فراموش میکنیم روز اول شنبه اول اکتبر. تشکر. تشکر بین عزیزان. محترم خبرنگار یک سوال خوب بوده. نسبت به سوال یکم اکنون بدون مرکز ملی تستی معلوم شده خیلی معلومات در ما نیست و هر سال نو بسازانی که ما کسایی کرونا ویروس کووید 19 رو تصدیق کرده دانشجو و مستوی تحصیلات میانه با ولی کسبی همشون با واسطه مرکز ملی تستی داخل شدن و هر سالهایی که تقسیمات دوم و تقسیمات سوم اصلا تقسیمات دوم است، لیکن در تقسیمات دوم پیش رو می‌رفت. همون نفرانی که با واسطه مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بالای معین گرفتن، لیکن در آن اختصاصی که می‌خواستند داخل شوند در آنجا بنا بر سببی که اختصاص پر شدن و دیگر مؤسسه‌ها اونها تقسیم کرده شدند. این حالتی که بدون مرکز ملی تستی است این خیلی حالت خیلی وجود ندارد، لیکن شده از حالت‌هایی که بعضی مؤسسه‌ها جهتی گرفتن بعضی اختصاصات دیگر مراجعه کردن ممکن در این اختصاصات ایجاد داشته باشد. در عموم همشون با واسطه مرکز ملی تستی به این مسائل داخل شدن و این سال نیست مرکز ملی تستی از داوطلبان حجت‌ها را قبول کردن و چطوری که شما خبردار هستید بعد پگاه روز 20 معلومات یعنی معلومات پیشکی و نفران داوطلب استفاده کرده می شود و روز 25 ایو اعلام کرده می شود که کدام داوطلب و کدام مؤسسه تحصیلی داخل شده است. نسبت به پیشنهاد روز آموزگار این پیشنهاد رو تشکر ما در سطح وزارت مالیات و علم جمهوری تاجیکستان بررسی کردیم. ما در این کاربری کرده استودیم و چطوری که شما میدونید روز آموزگار در جمهوری تاجیکستان در هفته اول ماه اکتبر قید کرده می شود. ما نیز در فکر این هستیم که یک روز معین شود. حتما این هم بررسی میکنیم، پیگیری میکنیم و با حکومت جمهوری تاجیکستان موافقه میکنیم و البته به شما معلومات پیشنهاد میکنیم. پیشنهاد بین از خوب است باید روز معین باشد. من طرفدار هستم و این حتما پیگیری خواهم کرد. تشکر. سلام محترم عزیز، من زبده عمر با برنامه فاقوزی دو سوال داشتم در مسئله سویه دانشی آموزگاران جوان. طوری مشاهده می شود در سالهای آخر ناراضگی از سویه دانشی آموزگاران جوان مخصوصا در مؤسسات تحصیلات میانه عمومی خیلی زیاد است و بعدا سوال دیگه چند نفر آموزگاران غیر اختصاص در مؤسسات تحصیلات میانه عمومی درس میدن، یعنی که از روی اختصاصی خودشان نیست. بعدا در مسئله بهتر کردن وضع اجتماعی آموزگاران طبعا معلوم است در سالهای پیش چند امتیازها برای آموزگاران وجود است، مثلا پرداخت حق آب و برق و دیگر چیزها. این چیز شاید برقرار میشود یا نه؟ تشکر. سلامت باشید. تشکر محترم خبرنگار. من بعد سوالتون جواب میدم. یک سوال داشت
معاون سایر استفاده میکنن نسبت سویه دانش آموزگاران جوان. ما از روز اولی که با خود شروع کردیم، من اولین جلسه که برگزار کردم، این جلسه من با اشتراک دیرکتوران مؤسسه‌های تحصیلاتی میانه با ولی کسی بود. برای چی؟ ما اون رو دعوت کردیم، یک مرتبه برنامه‌ها را دیده برآمدیم و در اونجا تاکید شد برای که پیشوای معظم ملت در چنین جلسه‌ها تاکید کردن که اون آموزگاران بسیارشون اون سطح دانششون پستر است و مقصد ما از آن عبارت بود که در مؤسسه‌های تحصیلاتی چی میانه کسبی و چی عالی کسبی اون افرادی که با آموزگار و سرکار دارن خودشون باید اولیت باید کسبی داشته باشن و کسبیشون در درجه عالی باشد. برای همین ما تصمیم گرفتیم و چندین جلسه‌ای کردیم و که شما خبردار هستید یکی از جلسه‌های عالی میانه در مؤسسه تحصیلاتی عالی کسبی که هر دانشجوی دولتی آموزگاری تاجیکستان آن سرزمینی بود. ما در اونجا رفتیم، در اونجا واقعی کردیم و همون آموزگارانی که در اونجا کار میکنن با اون رو آوردیم و گفتیم که آینده جمهوری تاجیکستان از شما واسطه دارد. اگر شما اون آموزگار در سطح ضرور تیار نکنید، ما در آینده کاری خوب تیار کردن نمیتونیم. و یک تصمیم دیگر نسبت خود همین آموزگارو، یعنی بیشتر شناسایی آموزگارو این بود که از جانب وزارت مالی و جمهوری تاجیکستان تصمیم گرفتیم که همون امتحان‌هایی که در مرکزهای کسبی نزد مؤسسه تحصیلات عالی کسبی برگزار می‌گردد، در اونجا همشون چون شما در زمینی که من خبردار هستید همشون به نظام کلیدی تحصیلات است و اگر نظام کلیدی تحصیلات برقرار کنه در اونجا متشناسی امکان‌ها و طریق شفاهی خطی و تستی برگزار می‌گردد. ولی متأسفانه وقتی بخیر سلام باشید. وقتی بخیر در بسیاری مؤسسه‌ها از همون امکان‌های تستی استفاده می‌کردن، یعنی امکان‌های خطی و شفاهی پس سرکن. برای همین ما تصمیم گرفتیم و تقسیم داده شد که 60% امکان شفاهی تستی شود و 40%ش واسطه مرکزهای تستی. و وقتی که ما اینو در دانشجوی آموزگاری تاجیکستان پیشنهاد کردیم، نفرانی که همراه ما بودن چقدر خوب معلومات استفاده کردن. این برای چی شد؟ برای اینکه ما خواستیم که مفهوم آموزگار رو در جامعه امروز بیان بکنیم، مخصوصا در بین دانشجویان. و این مهم است که آموزگار یک بار به مسئله خودش ایستاد، چون که آموزگار از دانشجو امتحان میگیرد و امتحان باید از سطح ضرور تشکیل داده شود. نسبت به امتیازها محترم وزیر گرامی، همون پیشنهادی که از جانب افسان با شما شده بود، یکی از مسائل اساسی که ما در نقشه جمهوری پیشنهاد کردیم نسبت به امتیازها هستن و نسبت به امتیازها من سخنور معاون وزیر مالی و جمهوری تاجیکستان محترم خیرزاده می‌دهم یک از در این مورد کار کرده و با ساختار مربوطه معمول پیشنهاد شده است. تشکر زیاد. البته باید در نقطه قید کنیم که امروز توجه حکومت جمهوری تاجیکستان علی‌خصوص پیشوای معظم ملت محترم ایمان رحمان و ساحه معارف و دستگیری و آموزگاران مخصوصا آموزگاران جوان به نهایت زیاد است و این نقطه را ما باید قید کنیم که تا به امروز از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان امتیازها به آموزگاران جوان داده شده است، مخصوصا در دادن قرض‌های امتیازها و به آموزگاران جوانی که در دهات زندگی میکنند جدا نمودن قطعه زمین، یعنی زمین‌های نزد حوالیگی. و نکته دیگر را باید قید نماییم که امروز رهبریت وزارت مالی در این جمهوری تاجیکستان در اساس ماده 53 قانون جمهوری تاجیکستان درباره معارف، یعنی پیشبینی نمودن امتیازها به آموزگاران و کارمندان ساحه معارف کارهای زیاد را به انجام رسانده است که البته در اینجا یک قطار امتیازها پیشنهاد شده است. وابسته به این مسئله ما کاربری کرده ایستادیم و در صورت تطبیق شدن این امتیازها در نشست‌های خبری بعدا به شما معلومات خواهیم داد. تشکر. نسبت به نفرانی که غیر اختصاص در مسائل تحصیلاتی عمومی دست می‌دهند، سلام و معاون وزیر محترم وزیر مالی محترم حضور استاد عزیز محترم با طبق نشاندادهای آماری تا حال حاضر در جمهوری تاجیکستان 1980 نفر 1.5% غیر اختصاص کار میکنن، ولی تحلیل‌ها نشان می‌دهد که اکثریت کارمندانی که غیر اختصاص کار میکنن مثلا معلم بیاموزی سینفای ابتدایی کار کرده استادیان یا معلم غیر دیگر فن در دیگر فن تعلیم داده استادیان. بنابراین طبق حسابات آماری حال حاضر در جمهوری ما 1980 نفر گفتن ممکن که غیر اختصاص کار کرده است. البته در این مسئله کاربری شده ایستاده است و ما خیلی دستورهای معین با مدیران شعبه‌های مالی و سرزمین‌های استفاده پیشنهاد کردیم جهتی از 1 سپتامبر
پورا به نظام درآمدن فعالیت مسائل تعلیمی این مسئله زیر نظارت قرار دادیم. تشکر. ممنون. درود به همه اشتراکچیان. سید ستاریان هستم، معاون سرمحرر رادیو پرونارزی اوبستوجی. جناب وزیر، من سه سوال داشتم. خب از سبب اونه که خودم در ویله امروزگار لاویر هستم، شاید به این سوال کم بهشون توی دارم. یکم وابسته به سرباری در حجت‌گذاری روبران سینکو من می‌خواستم بپرسم، شاید خود شما مثلا اگر روبر سینک در مکتب میونه کار کرده باشه، با وجود اینه که بسیار نزدیک هم میگیرم برای روبر سینک بودن و غیر از این قدر تشویش و چیزا سرباری حجت‌گذاری خیلی زیاد دارن. یعنی نمگوی همون حجتایی که از یک روبر سینک تقاضا می‌شود بیشتر از 20 عدد است، مثلا خیلی زیاد هستند و این در مقایسه با دیگر کشورها مثلا روسیه تعداد اینا 2-3 نمگوی است همین سرباری حجت‌گذاری و کشورهای اروپا رو مدینه توجه کردم خیلی کم است تا 5-6 عدد میرسد ولی در ما خیلی زیاد است. خب دویر بای مثلا نظر شما را دانستم می‌خواستم خود سوال دوم دویر بعد سینف کابینت ها در دهه‌ای که من تحصیل می‌کردم دو مکتب بود مدل من امزگاری فنی شیمی است مثلا در سینف کابینت درس می‌گم اصلا در لابراتوری باید باشه دودی‌ترین شرایط در همین لابراتوری ها نیست. در مکتبی مثلا خونده ما یگان خلبای نبود لابراتوری نبود اکثریت سینف کابینت بودن و یعنی که همین کار رو اندازی میشد ما کار با تکنولوژی موثر می‌گذاریم. سوال سوم وابسته به قدردانی آموزگاران سابقه‌دار با نشانه‌های مثلا علوچی معارف و افتخارنامه وزارت معارف زیرا من می‌بینم اکثریت آموزگاران جوان قدردانی میشوند ولی اونایی هم هستن که تا سنی نفقه رفتن ولی هنوز از همون شعبه معارف ناحیه حداقل یک افتخارنامه یک سوالنامه ندارن یا با مثلا نشون سرسنگی علوچی معارف و دیگر امتیازها مثلا راحت به سناتور یا به یگان استادشگاه قدردانی کردن نمیشن اون که امروز کاری تعلیم تربیت بسیار مشکل است. و یک سوال صاحبی دارم وابسته به توجه شهروندان خارجی به انتخاب دانشگاه‌های جمهوری اسلامی. امروز چگونه است همین تعداد با شهروندان کدام کشورها انتخاب میکنن دانشگاه‌های ما رو برای تحصیل؟ تشکر برای توجه. تشکر. محترم خبرنگار این سوال خوب پیشنهاد کرده. در نسبت اون گفته که شما آموزگار هستید من بسیار وقتم شخصا شگفت‌زار از اون هستم که رحمتی پدر ما آموزگار بودن و من در کلیه آموزگار کار شدم و با من آموزگاری برای مثلا روز اولی که در حسیفم آمدم بیشتر توجه کردم با محصول تثبیت بالای امور ولی پدر من هم در اونجا و هنو یک عمر معلم بودن آموزگار بودن کار کردن نسبت که کابینت‌های فنی و یک سیب کابینت‌ها شما گفتین کابینت‌های فنی هستن ما یک برنامه در نزد وزارت مالی و بین جمهوری اسلامی برنامه دولت قبول شده است همه مؤسسه‌ها با کابینت‌های فنی است و هر سال اونجا معین شده است مقامات اجرایی حکومت دولتی یعنی مقامات اجرایی حکومت دولتی شهرمندان باید در مؤسسه‌شون در مؤسسه تعلیمی که در شهرمندان هستن باید با کابینت‌های فنی تعیین کنند این وظیفه مقامات اجرایی حکومت دولتی است و ما هم جلسه‌ای که برگزار کردیم جلسه‌ای که سواری که برگزار کردیم برای چی دعوت کردیم مخصوصا همون سرپرستان ساحه که به سرشون یک مطلبی رسونیم که برنامه قبول شده است برنامه رو ببخشید عملی کنیم یعنی وظیفه ما است هرچند این سال ما کوشش کردیم با واسطه وزارت مالی و بین جمهوری اسلامی یعنی دور معامله کردیم تقریبا 16 میلیون است حال است 16 میلیون گرفتیم اینا برنامه شده است برای خریداری کابینت‌های فنی و ما مؤسسه رو معین کنیم مؤسسه‌ای که تخم‌مانده هستن همون مؤسسه رو یعنی مؤسسه زیادتر احتیاج داره اون رو با کابینت‌های فنی تعیین کنیم و چند پیش در مجلس نمایندگان جمهوری اسلامی مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری اسلامی ما برآمد داشتم و برآمد ما به همین سمتی کابینت‌های فنی بود ما در اونجا اصلاحات فورا و نمایندگان پیشنهاد کردیم نسبت به قرارداد آموزگاران ما بسیار وزارت مالی و بین جمهوری اسلامی از اون در دوره فعالیتش نسبت به آموزگاران سابقه‌داری که هست نسبت به اینها طرف نیستن و مخصوصا حکومت جمهوری اسلامی نسبت به آموزگاران به طرف نیستن ببینید امروز از جانب حکومت جمهوری اسلامی مکافات‌های دولتی پیش‌بینی شده است غیر از مکافات دولتی نسبت به آموزگاران مؤسسه‌های تحصیلی هم از اینا دو مکافات دیگر است این یکمش جایزه پرزیدنت جمهوری اسلامی است و دویمش این جایزه نسبت به آموزگارانی که در سمت علم‌های دقیق و طبیعت‌شناسی هستند که اینجا 15 نفر است جایزه پرزیدنت جمهوری اسلامی برای 5 آموزگار پیشنهاد می‌شود موضوع یک مسئله دیگر هم کردیم این در نسبت جایزه پرزیدنت جمهوری اسلامی است
در واقع 2 سال یک مرتبه جلسه میشد. باز پیشنهاد شد که 7 سال 5 سال میره و 5 روز گذاشته شد. این طرف رو کار شده. چون مشکلی نمی‌کنه. گذاشتن خوب کرد. نسبتی که پیشنهاد کرده که 24 آموزگاران جوان است. من بسیار زیادی که او کار اومده با کاری که با کار کرد به منصب اومده. من نسبت استیکال جدید داده استودم. البته شکل استودم که بیشتر همون آموزگارانی که در صحبت سهم موسیقی داشتن گذاشتن. خراب و پلوچی معرف و این می‌تونه توی سال قرار داده شد. می‌تونه از اون معرف و این می‌تونه توی سال قرار داده شد. و در همون جلسه‌های سیاری که من برگزار کردم از بین اون آموزگاران و حتی داخل قلقای شد که ما داخل یک اطلاع در آمده در اونجا آموزگاران زیاد بود. اگر خطا نکنم در دهه یا نایه رو بجا گفتم و حتی مراجعه کردم و گفتم که در بین شما همین نفر آموزگاری هست که اینقدر سال کار کرده است و این آموزگار سوی بیرون جایزه نیست. گفتم که در اینجا یک نفری هست که حتی خواهنده‌اش در آزمونهایی که مشکلی پیشون منظر میدن اعلام شده است در اون اشتراک کردم. ما معین کرده و در اونجا قرار خدمت برآوردم و با اون کس همچین نوعی به این جواب فرستاده داشت. من هر وقت طرفدار اون هستم که آموزگارانی که صدقاً کار میکنن برای صحبت سر موسیقی داشتن گذاشتن باید اینو پیشنهاد شود و هر یک جلسه‌ای که ما با همراهی مدیران شورای معرفی شهر نایب برگزار میکنیم من حتما پیشنهاد میکنم که این اگر ما آموزگاری کار نکردگی رو پیشنهاد نکنیم دستگیری نکنیم این خیانت است. باید حتما ما دستگیری رو و آنها رو برای اینقدر محترم خبرنگاران شما در این حضور دارید. شما ممکن بعضی آموزگاران رو شناسید که ما نمیشناسیم. اگر همین خلوت‌ها باشد مرحمت با وزارت مالی به این جواب تویستان شما پیشنهاد کنید ما حتما شما دستگیری خودمون کرد. بله بود شد. نسبت به سرباری در مؤسسه تحصیلات جمهوری اسلامی ولی سخن و معاون وزیر محترم حافظ دادم. تشکر زیاد. محترم نمایندگان وسایل اخبار عامه خیلی ما شما خوب بدونیم که یکی از وظیفه‌های اساسی تعلیم و تربیت در مسائل تحصیلات عمومی این فعالیتی با مرام راهبران صنف و حساب می‌رود و همه ما می‌دانیم که تعیین نمودن راهبران صنف این البته باید در اساس هوسمندی تجربه فعالیت خوبی کاری خب یعنی از عهده برآمدن این مسائلی که در جریان تعلیم تربیت در نزد جامعه پداگوژی مخصوصا صنف‌ها گذاشته می‌شود و راهبران صنف‌هایی که تعیین می‌شوند باید عهده این کار برآیند. اینجا برادر ما درباره سرباری راهبر صنفی گفت زدن این چیز یک حالت معمولی است. فقط اینجا درباره ما می‌رود که چی در مؤسسه تعلیمی از نقطه نظر کسبیت و وظیفه‌های راهبر صنفی مثلا زیاد می‌کنند. یعنی اون چیزی که در عهده راهبر صنفی است اون چیزی که به واسطه راهبر صنفی باید با انجام رساند این هم در برابر حزم برنامه تعلیم تربیت همچون کارهای ایدئولوژی همچون کارهای مثلا تقویت بخش جنبندی تعلیم تربیت و این ضروری است. اینو برای اینا من نمیدونم برادر ما چی در نظر دارن که من باوری کامل دارم که اینجا درباره کسبیت آموزگار میرود در اون مسائل تعلیمی که حالت راهبران صنف‌ها در اساس دستور برای مانده شده است اونجا یک مشکلی معمول نیست و من باوری کامل دارم که مسائل تحصیلات عمومی رو مخصوصا راهبران مسائل و این مسئله دقتی اولین درجه می‌تیند. بنابراین اینا وظیفه راهبر صنفی بسیار کار مقدس است، کار اساسی است. همه ما شما در تجربه می‌دانیم که ما راهبر صنف داشتیم، راهبر صنف‌ها برای رشد نموی ما دستگیری همه طرفه ما شخصانی بودند که در پروسس تعلیم تربیت همچون میان رو فعالیت می‌کردند. بنابراین این مسئله اکتوالی میموند ولی ما نمیتونیم گفته که کار راهبر صنفی در شرایط امروزه ما از دیدی یک مسئله کمتر کنیم. آنچه که در دستور هست آنچه که طلبات هست به واسطه وظیفه راهبر صنفی ده و راهبر صنفی باید وظیفه خودشون به یک اجراتی و به یک رئیسیتی باید اجرا کنند چون که این وظیفه افتخاری برای هر یک راهبر صنفی است. اگر راهبر صنفی کار کنند حالت صنفش خوب میشود. Ташаккур мама. Хотела бы узнать, у вас была программа по оснащению школ лабораториями? Честно извиняюсь, это нет. Да. Еще у нас один вопрос без ответа остался. Я извиняюсь.
нисбати донишҷӯёне аз хориҷи кишвар ҳастанд донишгоҳ марҳамат ки абдулқодирзода ҷавоб медиҳад. Ташаккури зиёд муҳтарам намояндагони васоити ахбори омма. Бисёр суоли саривақтӣ аст, чунки ҳар як кадоми мо шумо медонем ки имрӯзҳо таваҷҷӯҳи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба самти тайёр намудани кадрҳои баландихтисос дар хориҷи кишвар равона гардидааст, ки ҳамасола аз ҳисоби буҷаи давлатӣ аз фонди худи президенти кишвар маблағҳои зиёд барои тайёр намудани кадрҳои баландихтисос дар хориҷи кишвар ҷудо мегардад. ва қайд кардан зарур аст ки дар ин самт муаззаф гардидааст Вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон ва маркази барномаҳои байналмилалӣ арзи вуҷуд дорад, ки дар он ҷо ҳамасола ба тариқи ин марказ садҳо нафар донишҷӯён ё ин ки довталабони бурунмарзӣ ё ин ки донишҷӯёни мо, ҷавонони мо ба хориҷи кишвар барои таҳсил равона мегарданд. Ва қайд кардан зарур аст ки боз дар қатори ин ҳаст бурсияҳои давлатӣ аз ҳисоби шартномаҳои байни ҳукуматӣ ва инчунин дигар теъдоди раванди муассисаҳои таҳсилоти олии хориҷи кишвар ки худ дар доираи шартномаҳо ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон муроҷиат карда ва ба он ҷо донишҷӯёне ки таваҷҷӯҳи хоса зоҳир мекунанд ба таҳсиломӯзӣ ба хориҷи кишвар ба он ҷо ҷалб карда мешавад. Ва бо истифода аз фурсати муносиб айни ҳол ба ҳамаи шумо намояндагони васоити ахбори оммаро оварда мегӯем ки имрӯзҳо дар маркази барномаҳои байналмилалӣ қайди адамин донишҷӯён ё ин ки довталабон айни ҳол донишҷӯ нею довталабоне ки мехоҳанд дар хориҷи кишвар таҳсил намоянд қайд рафта истодааст ва шумо метавонед ки ба воситаи анамин расонаҳои худ эълони моро дар ин ҷо сабт намоед ва ба барномаҳо муроҷиат карда ва тавассути он вобаста ба сатҳу сифати донишу маҳорату малакаи ҳамин довталабон ба хориҷи кишвар равона мегарданд. Ташаккури зиёд. У меня возникли вопросы, если дать ответ. У меня два вопроса. Первый вопрос относительно была программа по оснащению школ лабораториями. Чем она завершилась, потому что говорят, что всего лишь 20% школ оснащены лабораториями, а вместе власти не хватает денег. И второй вопрос, собираетесь ли вы пересматривать запрет на ношение или использование телефонов для школьников и студентов, так как я думаю, что нелогично говорить о том, что с одной стороны мы говорим о том, что необходимо переходить на высокое технологическое обучение, но при этом запрещаем использовать студентам, например, телефоны. Спасибо за вопрос по поводу оснащения школ. Я на этот вопрос уже ответил. Я же сказал, что действительно принята такая программа со стороны правительства Республики Таджикистан. И эта программа выполняется, то есть мы запланировали, должны выполнять, но в основном это возлагается на исполнительный орган местной власти. Они должны выполнять, потому что полностью на них возложен, и они должны выполнять. Действительно, вы правы. В прошлом году мы дали отчет, там всего выполнение этой программы составили 20%. Но есть некоторые города, где выполнение больше 100%. Это город Душанбе. Здесь вот присутствует начальник. Город Душанбе, город Худжан. Там выполнение более 100%. То есть они оснащают школ необходимыми оборудованием. А по поводу остальных, мы эти встречи, которые мы провели во всех областях, то есть почти во всех областях нашей республики, мы об этом им рассказали, то есть сказали, что они должны выполнить
тот выполнение, то есть обеспечивать выполнение программы. По поводу второго вопроса. По поводу выполнения, то есть по поводу использования мобильных телефонов. Ну, это уже четко указано в законе об образовании. И потом мы приняли закон об ответственности родителей перед воспитанием своих детей. Там четко об этом сказано. Мы будем в дальнейшем работать вот на основе этих законов. То есть мы будем придерживать выполнение вот этих законов. Спасибо. У меня такой вопрос к вам. Сейчас я извиняюсь. Микрофон включи. Микрофон огрень. تمام شهر مدیر جمهوری اتستاtsiyayi سرداران ریاست‌ها و مدیران شورای مالی آیا همه سرداران ریاست مالی و مدیران شورای مالی در رفت اتستات گذاشتن و با وظیفه شما مناسب دانسته شدن یا نه؟ سوال دیگرم در مورد اون که اما سوال همین یک مدت معین با اداره روزنامه و هفته‌نامه‌ها کارمندان مالی زیاد میرن از جمله معلمان و کارمندان مؤسسه‌های تومت‌کردی آماده خواهش میکنن که از نام اونها یگان مقاله تیار کنید چوبرسانی و چیز دیگر وقتی میپرسیم که به خاطر چی میگن که اگر ما همین با امضای ما اگر مقاله چاپ نشود ما از اتستات نمیدیم و آموزگار است یا کارمند مؤسسه تومت‌کردی است آیا مقاله نوشته میتواند نمیتواند همین چیز آیا سوال است که همین حتما باید مقاله نویسد نشد که اتستات تشکر برای پیشنهاد سوال‌ها کرام خبرنگار نسبت سوال یکم شما جهت از اتستاtsiya داشتن مدیران شورای مالی فشار آورده ما روز دیگر جمعیت پیشکی داریم لیکن بعد از آنی که اعلام می‌شود ما حتما رسانه‌ای خواهیم کرد در حقیقت حالت‌هایی هستند که بعضی مدیران شورای مالی فشار آورده از اتستاtsiya نداشتند رسانه‌ای نشده است برای این موضوع شما معلومات پیشنهاد کردن نمی‌توانم لیکن هستند حالت‌هایی که مدیر شورای مالی از اتستاtsiya نداشته است این کار بودم نسبت به چوپی مقاله ها من محترم خبرنگار با سرش رو میرسانم در یکی از جلسه‌هایی که به قرارداد وزارت مالی بیان جمهوری تاجیکستان گذاشت یکی از مسائل نسبت همین بود و ما گفتیم که چوپی مقاله برای اون نفرانی که از اتستاtsiya میگذرن افسانه مزدوران این همچون تفسیری است این مجبوری نیست ممکن تفسیری شود تفسیر حالا اگر باشد بین با گرفته میشه لیکن باید مجبوری نباشه بین مومنی وزیر معارف برای وجود آزادان باید نمیتوان را تنش کنم گرچنده که در نظامنامه مسئله داشته است استاد محترم ما وقتی که بررسی کردیم مسئله مذکوره ما به نظر گرفتیم که اگر خودی مؤلف خواهشی نوشتن خودش خودی در حقیقت اگر نوشته باشد به نوبت گرفته میشه که وقتی با حاضری ایره همچون شرطی طلبات آیین‌نامه گفته نظامنامه گفته ما اینو به نوبت نمیگیریم شما خیلی سوال کرده شد تشکر Хотела бы узнать, с какой периодичностью проводится аттестация учителей. Особенно меня интересует учителей русистов. Потому что очень часто встречается молодежь, которая приезжает с регионов, и это плохие знания у них русского языка, которые приезжают особенно с регионов. Ну и здесь тоже многие. Хотелось бы, с какой периодичностью проводится ли аттестация учителей, русистов особенно. То есть, как сами знаете, президент просит, чтобы уделяли внимание изучению иностранных языков и русскому языку в том числе. Вот, спасибо. Вам тоже спасибо. В основном аттестация проводится на основании положений, которые приняты по отношению на самом деле аттестация проводится на положение, в течение 5 лет один раз каждый учитель, имея в виду там учитель русского языка или учитель другого предмета, они должны пройти аттестацию. Критерии для прохождения аттестации у всех одинаковые. Там учитывается
год работает, заслуженные учителя и прочие моменты, которые учитель, когда полетели материалы, преподносит комиссии. Спасибо. Кисал был, Рустам Абдиев, аз рӯзномаи ҷумҳурияти Ислом суоли ман чунин аст: оё қонуни хизмати ҳарбӣ ба таҳсили ҷавонон монеа эҷод накард? ба хотире ки масалан қисми дар зинаи магистратура таҳсил мекарданд, баъд аз хизмати ҳарбӣ дигар таҳсил накарданд. оё оморе ҳаст дар Рустам? Ташаккур. Muhtaram xabarnigor, tashakkur. Mana savolingizga baraka در وزارت امور بین جمهوری توریستان نسبت به این مسائل قربانش رسیده است و ما با تکلیف خدمات و حکومت جمهوری توریستان برآمدیم. من اگر از رسان کنم اون هم از زینای تحصیلات مخصوصا زینای تحصیلات میانه کسبی، عالی کسبی و ماجستراتور یک از زینای تحصیلات است. وقتی که موثق تحصیلات میانه کسبی موثق تحصیلات عالی کسبی را ختم میکنند باید الان با ماجستراتور جمع کرده شود و ما طرفدار این هستیم که همینا از سطح از خدمت گذشته حضور کرده شوند، لیکن یک نکته دیگر را فراموش کردن نکرده است که هر یک نفری که مرد است مخصوصا فکر میکنم که جناب میتوان به صرف با سلام خدمت کنند. اینا مطلب مردمانگی است و هر یک شخص باید در حالت ضروری تواند وطن دعوت خودش را حفظ کند. برای همین من در بلام ذکر کردم که شخصا من هم خدمت کرده لذا زیاد نفرانی هستند که در صفحه قوه و صلاح دعوتش خدمت کرده و این مکتب مردمانگی است و باید این اقدام رو شروع بگذاریم. نسبت به ماجستراتور اقدام رو بعضی فکر در خصوص هست اصلا در اطراف این کار میکنیم و این وقتا بعدی که اگر اون کردن چه خوبش رو معاملات کنیم پیش میکنیم. تشکر. محترم وزیر، سوال آخر دستور سرور کشور منصبداران دولتی باید که باید با دارایی‌هایشان با کمیته انداز اعلامیه پیشنهاد کنند، معلومات دهند. من می‌خواستم که شما اعلامیه خودتون در چی هست و خبرنگاران بگید. سلام داشتیم. سلام بشه. من یک سال اصلا شما رسانم نفرانی که خدمتچی دولتی هستند در وزارت امور بین جمهوری توریستان صف خدمتچی دولتی تقریباً 100 نفر در تصویر مرکزی وزارت امور بین جمهوری توریستان و هر وقت اینا دارایی‌شون رو پیشنهاد میکنن. اینو پیشنهاد میکنه که ما چی داریم چی نداریم. ما در اونجا همش درس گشته است و محمد اگر به شما ضرورت باشه قطعی پیشنهاد کنید مشکل پیشنهاد میکنیم که ما چی داریم نداریم و این حتما ما معلومات رو در ساختار معلومات پیشنهاد میکنیم. من درست یک خانه سیفسدونم خانم در محله چیشش هست در دیموشون هست این دور از چوب خانه سمت زندگی میکنم محمد اگر کسی خواهد بیاید او خودت مثلا ما خودم ماشید اما دور از زندگی محترم وزیر یک سوال دیگر داشتم. طبعا ما می‌دونیم در مؤسسه‌های مکتبی پرداخت مبلغ ماهانه برای یک کودک تا 130 سوم مقرر کرده شده است، اما در بعضی مؤسسه‌ها از این زیادتر طلب می‌کنند. از کودکان مثلا تا 180 تا 200 سوم طلب می‌کنند و در برابر این باز بکنیم مربیه‌ها و یاوران مربیه‌هایی که در این مؤسسه‌ها فعالیت می‌برند تا دو کودک آنها تا سه کودک آنها می‌توانند که در همین مؤسسه‌ها تعلیم گیرند و از آنها نیز همین قدر مبلغ طلب کرده میشه، یعنی تا 180 تومانی، یعنی که آنها که معاش آنقدر هم بالا نمیگیرند نصف معاش آنها برای پرداخت همین کودکانشون که در همون مؤسسه‌ها تعلیم میگیرند همین برای میشود. آیا امکان پذیر است که همین کارمندان همین باغچه‌ها یعنی که باغبان‌ها، مربی‌ها، یاردمچیان مربی‌ها، حاوی کارفرشان اقلا 50% برای آنها همین پس کرده شود، همین پرداخت همین کودکانشون. شما پیش برای سوال محترم و سوال معاون وزیر امور بین جمهوری توریستان محترم عبدالرزاق جواد. تشکر زیاد. معلم عزیز، شما خیلی خوب میدونید که وابسته به همین مسئله قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از که ماه سال 2016 تحت رقم 150 به امضا رسیده است و در بعضی شهر و ناحیه‌های جمهوری ما طبق همین قرار مذکور مثلا شهر دوشنبه، قربان‌تپه، نارک، خوجند، استرابشن، کنی بادام، بوستان، ترسونزاده، وحدت،
خب باباجان غفور جبار از سروسپی تامین و شهرینام خب حقی پرداخت برای تربیت فرزندان دو نشان دهنده برای بیان پیشنهاد شده است سالها. خب در شهرهای خارو، اسفر، گلستان، پنجکن، راغون، سربند، پولو، شهر شغنان، زفرآباد، دیوشتی، ورزو، رشت، فیض‌آباد، نورآباد و یامان یکونیم نشان داد برای سالها پیشبینی شده است. معلم جانی عزیز چیزی که در این استاد محترم وزیر معارف و علم جمهوری اسلامی اشاره کردن، وزارت معارف موقع اصرارش اون است که ما و شما در اینجوری کار کرده مدنی فعالیت‌های غیر قانونی جمع‌کنی غیر قانونی یا اینکه دیگر عمل‌هایی که برای ساحه اسناد می‌آورد یا اینکه به فعالیت با مرام ساحه تاثیری منفی می‌رساند ما در اینجوری باید حل فصل آن را به جا بریم. و متاسفانه اون است که اکثریت جامعه شهروندی ما وقتی که درباره جمع کردن مبلغ‌های غیر قانونی گپ میزنند ولی در بعضی حالات وقتی تحلیل میکنیم به واسطه اشتراکی هم پروسس خود آنها هستند. بنابراین ما همکاری خوب داریم با سرداران ریاست شعبه‌های معارف و امروز طبق فرمایش وزیر معارف و علم جمهوری تاجیکستان هم‌روزه در وزارت معارف ستادهای کاری فعالیت میکنند و ما از شما هم جامعه اعضای جامعه شهروندی دعوت میکنیم که در کار ما اشتراک کنید و اگر این گونه روایای باشن فکتا باشن ما به واسطه در جاهاشون پیگیری میکنیم و این مسئله رو ما شما اینجا حل فصلش گفته میکنیم. وابسته به دیگر سمت‌های فعالیت مؤسسه تعلیم باشد، اگر سهم والدین باشد، اگر اونجا تشبس‌های احسانکاری باشد، اگر در اونجا طبق فعالیت ماده 258 قانون جمهوری اسلامی درباره معارف باشد که جاری کردن یگان نظام تعلیم و تربیت این مسئله است که به واسطه خود شورای اول یا کمیته پدر و مادران خبردار هستند، سهمگزار هستند. بنابراین هم فعالیت ملی ما من باور دارم که در اینجایی با ما و شما چون مقصد ما و شما البته یک است آبادی وطن کار کردن در دایره یکدیگر فهمی صورت میگیرد. ما آماده هستیم در مورد ترتیب دیدن در کار معلم جان عزیز ترتیب دیدن در کار چون خراب کنه این داشتن است هیچ کس حقی پس زیاد کردن این تعریف رو ندارد. تشکر محترم روزوده باید سوال کنم معاون وزیر محترم تشکر زیاد وابسته به این سوال یعنی شما در نظر دارید که امتیازها و مربیان و یاوران مربی در مؤسسات مکتبی داده شود. البته قبلا وابسته به همین سوال ما اشاره کرده بودیم که مطابق ماده 53 قانون جمهوری اسلامی درباره معارف یعنی امتیازها و آموزگاران و کارمندان ساحه معارف پیش بینی شده است. یعنی تا امروز علاوه طبق قانونگذاری جمهوری تاجیکستان امتیازها دادگی نیست، یعنی قانون برای همه یک است. تا امروز مربی و یاوران مربی هم طبق همون معیار معین شده پرداخت میکنند و در همین ترتیبی که برای امتیازها پیش بینی شده است یک از امتیازها محض برای همین مربی و یاوران مربی به همین مسئله است و وابسته به این ما کاربری کرده ایستادیم. در صورت تطبیق شدن این مسئله با شما معلومات میدیم. تشکر بسیار. تشکر. من فکر میکنم که سوال قریب از درگذشت همین اخوان سوال شود. عبدالرحمن رحمانی هستم از خبرگزاری اوستا. مالک یا پیشنهاد قبول میکنید در طریق سوال و اختبار. من گمان میکنم که وقتی اون رسیده است که همین وزارت معارف باشد یا که کمیته محل باشد همین یک برنامه ریزی کنند و همین معاش معلم رو یک جواب برنامه این خیلی دیگه اگه کم نمیشود هم معلم ها آزاد از بین میشوند هم مردم آسوده میشود. مثلا ازبکستان توانست پس کنید تا $1000 ما اقلا 500 و 600 دلار در همین روند قرار گیرد معاش معلم اگه کم نمیشود. تشکر برای پیشنهاد محترم خبرنگار تشکر می‌کنم و شما خودتون خبردار هستید که حاضر با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان با فرمایش پرزیدنت کشور از 1 ایول معاش کارمندان ساحه آموزگاری 20% زیاد کرده شده است و یک نکته نظری که فراموش نکنید که حکومت جمهوری تاجیکستان نسبت آموزگاران هیچ وقت بی‌طرف نیستند، نسبت ساحه معارف در عموم بی‌طرف نیستند و در هر یک سخنهایی که محترم پیشوا منظم ملت میگه نسبت ساحه معارف قطعا درست میشود و اگر که نباشد ساحه معارف روز درآمد اول است
و ما در حال خود کوشش کرده ایستادیم که کوشش را خرجیم که مخصوصا مقام روزگار که امروز هم باز درآمد اول داشته شده است و جالب بکنم جمهوری توریستان کوشش را خرج کرده ایستاده که باز هم بالاتر شود وزارت مالیه باید جمهوری توریستان است کوشش را خرج خواهد داد. محترم کارمندان مسئول اخبار عموم در آخر من میخواستم از نام خودم از نام مشاوره وزارت مالیه باید جمهوری توریستان به هر کدام شما اظهار میnnتداری بیان نمایم برای اینکه شما امروز در این جلسه در نشست مطبوعاتی ما فعال اشتراک کردید. من میدونم که آن سوابقی شما دادیم البته اینا رو ما پیشنهادی که از جانب شما شد اینو ما حتما در آینده بیانات خواهیم گرفت. من اینجا میخواستم این نکته دیگر رو خلاصه کنم. وقتی که ما مراجعت کردیم به جامعه شهروندی برای باز هم بهتر شدن ساحه معارف از همه زیادتر از جانب شما محترم کارمندان مسئول اخبار عموم تکلیف پیشنهاد شد. برای همین به شما یکجا تشکر. من دوی ما خاطررسان میکنم و این روزا خاطررسان کردنی هستم که وزارت مالیه بیان جمهوری توریستان که تقریبا 150 تا کارمند دارد در تنهایی به یگان مورد مقصد نمیرسد در حالتی که اگر جامعه شهروندی ما را کمک نکنند. ما در آینده نیز به تکلیف پیشنهادهای شما نیاز داریم. مرحمت در وزارت مالیه بیان جمهوری توریستان باز است. مرحمت شما مراجعه کنید و حتما ما همکاری سنت و انجام خواهیم رسید. یکجا تشکر. صحت سلام.